عشق شادی است، عشق آزادی است، عشق آغاز آدمیزادی است. 11مین سمینار سالیانه بنیاد فرهنگی مهرگان به مدت 4 روز از تاریخ جمعه 30 آگوست تا دوشنبه 2 سپتامبر سال 2013 در سالن مجلل منچستر گرند هایت سن دیگو برگزار می گردد. موضوع سمینار عشق راهگشاست. سخنرانان به ترتیب حروف الفبا: سهراب اندیشه، زمان ستانزای، مهدی آقازمانی، امید، فرح باباخانی، والتر بورتز، ناصر زاغی، مرتضی ستاره، مسعود صدر، ناصر فرخ، نهضت فرنودی، ابراهیم قربانیان، مژگان مظفری، دلارام ملک‌آرا، علیرضا میبودی، مرتضی میرآفتابی، حمید میرزا آقاسی و پرویز نظامی. برای اطلاعات بیشتر، تهیه کارت ورودی و رزرو هتل می توانید با شماره 858 673 7000 یا تارنمای mehrganfoundation.org تماس حاصل فرمایید. به امید دیدار. آتش عشقم بسوخت خرقه طاعات را، سیل جنون در بود رخت عبادات را. خاک نشینان عشق بی مدد جبرئیل، هر نفسی می کنند سیر سماوات را. بر سر بازار عشق کس نخرد ای رفیق، از تو به یک جو هزار کشف و کرامات را. راه دهید امشبم مسجدیان تا سحر، مستم و گم کردم راه خرابات را. با عرض سلام و درود بی پایان، بنده حسن فیروزی هستم، یک ایرانی از اهالی محترم آذربایجان شرقی. من در سال 1939 میلادی در احر ارسباران به دنیا آمدم و بعد از جریان انقلاب اسلامی به امریکا آمده و الان از سال 1981 در شهر سن دیگو به اتفاق زن و 2 فرزندم زندگی میکنم. من یکی از صدها بلکه هزاران قربانیان اختلافات پدر و مادرم. من قربانی اختلافات شدید مذهبی پدر و مادر خویشتنم. من قربانی خداپرستانه پدر و مادرم هستم. مادر من به علت اینکه پدرم بعد از ازدواج از اسلام بیرون رفته و به آیین یا دیانت بهایی گرویده، ما را ترک کرد و مرا در 3 سالگی به پدرم سپرد و از ما دور کرد. من تا 8 سالگی نمیدانستم که آنچه مرا بزرگ میکنه نامادریم هست. در 8 سالگی به من گفتن که مادرم مرده و نامادری مرا بزرگ کرده. من سالها از 8 تا 13 سالگی در کره ماه به دنبال دیدن تصویر مادرم بودم و شبهای زیادی را به یاد مادری که هیچ عکسی ازش نداشتم به کره ماه نگاه کردم. در 13 سالگی به من گفتم که مادر من زنده است و من باید به دیدارش روم. به اجبار مرا به دیدن مادرم بردند. برای اولین بار روی زیبای مادرم را دیدم، ولی خدا شاهد است تا آخر عمر هرگز و هرگز هیچ احساس نسبت به مادرم نداشتم. او را دوست می داشتم، بهش احترام می داشتم، ولی هرگز در طول عمر نفهمیدم که احساس پدر، پسر یا مادر و پسر چیست. به هر صورت چون قربانی
جدایی پدر از مادر بودم، از همون وقتها که از دستم برمی آمد سعی کردم اختلافات زن و شوهرها را حل بکنم، چه زمانی که ایران بودم و چه زمانی که در اینجا هستم. چون به نظر من برخلاف نظر عده‌ای از آقایان یا خانم‌های روانشناس، طلاق چاره کار نیست. به هر حال این را عنوان کردم که بگویم همیشه سعی داشتم اختلافات انسانها را به گونه اخلاقی، انسانی و جهانی حل کنیم. ما خواهران و برادران همیم. اختلافات مذهبی، اختلافات دینی، اختلافات نژادی هرگز نباید در اصل انسانیت ما، در لزوم دوست داشتن ما و اندر لزوم رعایت حقوق انسانی همدیگر شکی به دلهایمان راه دهد. به همین علت 25 سال است که در شهر سندیاگو به اتفاق عده‌ای از ایرانیان عزیز بنیاد غیر انتفاعی، غیر سیاسی و غیر مذهبی به نام بنیاد فرهنگی مهرگان را ایجاد و به ثبت کالیفرنیا و فدرال امریکا رسانده و 25 سال است که با گذاشتن نون و پنیر و سبزی روی میز و دعوت از سخنرانان ایرانی و غیر ایرانی سعی کردیم وسایل گردهمایی جامعه ایرانی را ولو به مقدار اندک و در گوشه‌ای از جهان هستی فراهم بکنیم و از 11 سال پیش اقدام به تأسیس سمینارهای 4 روزه در شهر سندیاگو کرده و تا به حال بیش از 200 نفر از سخنرانان، دانشمندان ایرانی را پشت میکروفون بردیم. هدف ما به طور مطلق بازرگانی نیست، فروختن نوار، فروختن سیدی نیست، بلکه پذیرایی با نون و پنیر و سبزی است. اگر احساس این را داشته باشید که ما باید دور هم جمع بشویم و از دیدن هم لذت ببریم، پس شما هم می توانید با شرکت خود در این سمینارها به برنامه‌های ما کمک مؤثری بکنید. صندلی‌های ما بدون وجود شما جان ندارند. صندلی‌ها و سالن با صدای گرم شما، گرم و اتمسفر سمینار با دیدن چهره‌های خندان شما بسیار زیباتر می‌گردد. گرچه ما سعی می‌کنیم همیشه بهترین سالن‌های شهر را اجاره بکنیم و 4 روزی که در آنجا هستیم نهایت دقت را به عمل می‌آوریم که وسایل راحت و آسایش شما فراهم شود، ولی هدف فقط دور هم جمع شدن است. با تمام اشکالات و ایراداتی که تمام این سمینارها داشته و خواهد داشت، ما معتقدیم هر سمیناری که بهتر شد از اون بهترم می شود کرد. ولی اینک که 11 سمینار سالیانه خود را در روزهای جمعه 30 آگوست، شنبه 31 آگوست، یک شنبه اول سپتامبر، دوشنبه 2 سپتامبر سال 2013 در سندیاگو منچستر گرند هایت آغاز خواهیم کرد، از شما هموطنان خواهش میکنیم و تمنا داریم که با توجه به ریشه های عمیق اجتماعی، فرهنگی و انسانی که در دل همه ما خواهی نخواهی به ودیعه گذاشته شده، این پیام ما را به دوستان خود برسانیم. موضوع سمینار امسال یکی از زیباترین مسائلی است که در هر جامعه‌ای میتواند مطرح شود. عشق راهگشاست. در هیچ جایی از دنیا با عشق نه مخالفتی می شود و نه در مقابل عشق مقاومتی هست. عشق راهگشاست. عشق مشکلات را حل می کند. عشق عداوت را به دوست داشتن، عشق نفرت را به دوست داشتن تبدیل می کند. تمام قلم ها وقتی به تعریف عشق می رسند می شکنند، به بنبست می رسند، زیرا عشق خود دوست داشتن است، زیرا عشق خود نور است، صفاست،
صمیمیت است، یک رنگی است. بنابراین پیام امسال ما به شما بینندگان این برنامه عبارت از این است که در این 4 روز ما در این بنیاد و در شهر سندیاگو منتظر آمدن شما هستیم. برای آمدنتان احتیاج به هیچ شرطی نیست. همینقدر که به خودتون 4 روز مرخصی بدهید و فکر بکنید که فردا را اطمینانی نیست، سال آینده تضمینی ندارد، شما هم حقی از زندگی دارید، باید به خود برسید، باید استراحتی بکنید، باید در کنار این دریا قدمی با بچه ها و همسرتون بردارید، به ما تلفن بکنید، ما نام شما را به هتل ثبت میکنیم. یکی از زیباترین هتل ها را با قیمت بسیار مناسب، هر شب $139 اتاقهای 1 تختی و $169 اتاقهای 2 تختی را رزرو کردیم. برای ثبت نام در این سمینار لطفاً با شماره تلفن 858 673 7000 تماس حاصل فرمایید. هزینه ثبت نام برای کل سمینار 4 روز، برنامه‌های سخنرانی‌ها، برنامه‌های هنری و کنسرت شب آخر برای هر نفر فقط $125 است. هزینه ثبت نام اتاق‌های 1 تختی $139 به اضافه تکس و اتاق‌های 2 تختی $169 به اضافه تکس است. اما افرادی که به این سمینار به عنوان سخنران دعوت کرده اند، امسال یکی از پربارترین سمینارها را به همت شما و به همت سخنرانان که امسال در این سمینار سخنرانی خواهند کرد خواهیم داشت. در سمینار امسال همانطوری که در آگهی‌ها ملاحظه فرمودید، افرادی چون خانم مژگان مظفری، این خانم یک خانم هنرمند، یک خانم نقاش فوق‌العاده متواضع، فوق‌العاده هنرمند و فوق‌العاده اهل مطالعه است و مطمئنم که شما از دیدن ایشان در این سمینار لذت برده و پای صحبتشان خواهید نشست. یکی دیگر از سخنرانان سمینار امسال خانم دکتر فرح باباخانی است که به اتفاق آقای دکتر مرتضی ستاره مسائل ژنی مربوط به عشق را بازگو خواهند کرد. عشق و ژن، آیا تمام احساسات ما راجع به عشق پایه و اساس ژنی دارد؟ و حکایت ژن و عشق یکی از پدیده‌های جدید علمی است که این 2 دانشمند جوان ایرانی که ساکن سندیاگو هستند با همکاری هم در این سمینار روی سن خواهند آورد. آقای دکتر حمید میرزاقاسی که تخصصشون در فلسفه و حقوق است، امسال موضوع جدیدی را مطرح خواهند کرد، مسائلی راجع به زندگی مولانا. جناب مسعود صدر که بنده ارادت خاصی از سالهای پیش نسبت به ایشان داشته و معتقدم که یک تنه به جنگ تمام مشکلات می رود و وارثی از وارثان واقعی سخنگوی بزرگ ایران فردوسی است، با تمام زحماتی که کشیده گنجینه بسیار زیبایی را برای ما فراهم کرده که دیویدی هاشو انشاءالله من خواهش کردم حتما به سمینار بیاین. ایشون یکی از سخنرانان میزبان ما هستند. سخنران میزبان کسی است که راجع به هر مطلبی که خودش صلاح میدونه یا آمادگی بیشتری داره یا دلش میخواد صحبت خواهد کرد. دکتر زمان استانزای یک دکترای فلسفه و مولوی شناسی داره و در یکی از دانشگاه سان فرانسیسکو تدریس میکنه. یکی از هموطنان افغانی ما هست و کسی که از نظر حقوقی و قانونی وارثین واقعی مولانا جلال الدین بلخی هستند. یکی دیگر از سخنرانان آقای ناصر فرخه.
آقای ناصر فرخ که الان مدیر و مسئول توشه که هر 3 ماه یک بار فصلنامه توشه باید بگویم هستند، یکی از کسانی است که کمتر حرف میزنه و بیشتر میخواند. ما خواهش کردیم که امسال در سمینار شرکت بکنن و به احتمال زیاد جناب ایشان راجع به 7 شهر عشق عطار صحبت خواهند کرد. و بالاخره خانم دکتر نهضت فرنودی که یکی از شیرین زبانترین، یکی از رساگویاترین و یکی از با انصافترین روانشناسان ایرانی در جنوب کالیفرنیا است که احتیاج به معرفی بیش ندارد. و اما وقتی میرسم به مردی که ماهی را به دریا میبرد، همه میرن از دریا ماهی میگیرن، ولی این دوست شاعر و پر احساس ما علیرضا میبودی ماهی های گرفته را به دریا میبرد تا آنها را به زندگانی بازگرداند. جناب ایشان در این سمینار شرکت خواهند کرد و در مورد مولانا با شما سخن خواهند گفت. اونایی که میرن کشورهای دور، اونایی که میرن کشورهای فقیر و به انسانها، بچه هایی که دندون ندارن دندان میدهند، لبخند را به لبهایشان باز میگردانند. یکی از آنها هموطن عزیز و گرامی ما دکتر ابراهیم قربانیان است. ایشان عشق و کار را مطرح خواهند کرد. انسان عاشق کار است، کاری که خدمت به انسانیت منشأ آن است. آقای ناصر زاغی که امسال با ما همکاری بیشتری کردند و اصولا موضوع امسال سمینار به خواسته ایشان این عنوان انتخاب گردید، کسی است که به تنهایی سازمانی را در دنیا بنا نهاده، Love is the solution، و بسیار کوشیده اخیراً به سازمان ملل متحد رفته و طرح پیشنهادی خود را در مورد اینکه ما باید یک دانش جهانی عمومی در مورد کودکان به وجود بیاریم و در تمام مدارس دنیا علی رغم تفاوت‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و مذهبی یک نوع آموزش به اینا بدیم و آن را با عشق و دوست داشتن شروع بکنیم. مختصری از فعالیت و شرح کارهای خود در Love Solution خدمت شما عرضه خواهم داشت. و زمانی که پای صحبت پرویز نظامی، کسی که مهندس راه ساختمان است ولی ساختمان ادبیات، شعرهای شعرای زمان گذشته را بهتر از دیگران می‌داند، برنامه زیبایی را تقدیم شما خواهد نمود. و اما وقتی شما پای صحبت سهراب اندیشه، این کسی که خلق شده تا مولانا را دوست داشته باشد، به دنیا آمده که عاشق مولانا باشد، به دنیا آمده که با تمام وجودش از کسی که تمام دنیا الان دوستش دارن حرف بزنه، حتما به وجد و سرور خواهید آمد. تا به حال رفتیم به کنسرت ها در کشورهای متفاوت، در شهرهای زیاد، و یکی از خوانندگان معروف ایرانی امید را دعوت کردیم تا برای ما آواز بخواند. بنیاد فرهنگی مهرگان امسال این سنت را شکسته. ما اندیشیدیم همین امید که سالها برایمان خوانده حتما حرفی هم برای گفتن دارد. به همین علت از جناب ایشان خواستیم و خواهش کردیم و ایشان در نهایت فروتنی قبول کردند که در سمینار امسال راجع به عشق و موسیقی حرف بزنند. خدا خالق موسیقی است یا در موسیقی کار بشر از کار طبیعت نیز فزونی گرفته است. آقایی بود که سالهای پیش بنده بارها زنگ زدم، گفتم که آقای دکتر میرافتابی،
ما دلمون میخواد که از وجود شما در این سمینارهای بنیاد فرهنگی مهرگان برخوردار شوید. به دلایل زیادی که بیشتر جنبه نشناختن این بنیاد را در برداشت، از شرکت در این برنامه‌ها و ایراد سخنرانی خودداری کردند. خدای من شاهد است، امسال جناب ایشان زنگ زدن و گفتن که من امسال با نهایت شادی و مسرت به سمینار شما خواهم آمد و راجع به موضوعی که مطرح است صحبت خواهم کرد. پس باید شما تشریف بیارید در روز جمعه، شنبه، یک شنبه 30 آگوست، 31 آگوست، اول و دوم سپتامبر تا پای صحبت استاد مرتضی میرآفتابی بنشینید. یکی از جوانانی که تازه به امریکا آمده و یک شبه ره 100 ساله پیموده، با خلق و خوی انسانیش، با لبخند زیبای جوانیش، دکتر مهدی آقازمانی است. ایشان امسال اول میرن به شیکاگو و در اون کنفرانس شرکت میکنن، بعدش خودشون را میرسانن تا برنامه خود را در بنیاد فرهنگی مهرگان اجرا کنن. وقتی انسان مادر باشه، متخصص قلب کودکان باشه و بخواهد راجع به عشق به کودک در بنیاد فرهنگی مهرگان امسال صحبت بکنه، چقدر دلاویز خواهد شد. شما حتما باید در این برنامه پای صحبت خانم دلارام ملک آرا بنشینید و بدانید و ببینید که ایشان راجع به عشق و کودک چه خواهند گفت. و بالاخره یک سخنران دیگری که در سمینار امسال بنیاد فرهنگی مهرگان ما را مفتخر کرده و برایمون حرف خواهد زد، یک دکتر امریکایی، والتر وودز، از اساتید دانشگاه استنفورد. ایشان 84 سال دارن، خانمشون 81 سال داره. خانمشون در چند سال گذشته در این مسابقات دویدن 100 مایل شرکت کردن و رکورد 26 ساعت و 45 دقیقه را از خود به جای گذاشتن. این آقای دکتر والتر برخلاف من و شما معتقد نیست که پیر شدن چیز بدی است. او معتقد است که همه چیز در جهان هستی، از آفتاب و ماه و بعد کوه‌ها و دره‌ها و آب‌ها، درخت‌ها گرفته، همه سنمون بالا می رود. او معتقد است که اگر ما با بالا رفتن سنمون احساس پیری نکنیم و برای تمام تنبلی‌های خود بالا رفتن سنمون را بهانه قرار ندهیم، پیری بهترین موقع زندگی است. رسیدن میوه است، فصل پاییز است و موقع چیدن انار و میوه های رسیده. ایشان با تمام سابقه‌ای که در طب داشته و دارن معتقدند که ما اگر عاشق نباشیم هیچ کدام از ارگان‌های بدن ما به وظایف خودشون عمل نمی‌کنند. پس شما باید امسال حتما و حتما در سمینار بنیاد فرهنگی مهرگان تشریف داشته باشید که با این استاد ارجمند بیشتر از نزدیک آشنا شوید. در این سمینار جایزه‌ای هم از طرف لاف سولوشن به آقای دکتر والتر وودز تقدیم خواهد شد. تنها برای سخنرانی و برای دیدن همدیگر در این سمینارها شرکت نمی کنید. به خودتون مرخصی می دهید. از مواهب زندگی استفاده می کنید و ما هم در بنیاد فرهنگی مهرگان سعی داریم با برنامه‌های متنوع موسیقی، شعر، ادبیات، گره‌کشی همراه با هنرمندانی به نام چون همایون خسروی، وحید بیات و با شرکت افتخاری خانم خجسته
و 10 برنامه سرگرم کننده دیگر وسایل شادی و رفاه شما را فراهم کنیم. پس ما به امید دیدار شما در 11 سمینار بنیاد فرهنگی مهرگان در روز جمعه 30 آگوست، شنبه 31، یکشنبه 1 سپتامبر، دوشنبه 2 سپتامبر می باشیم. با آرزوی موفقیت و شادکامی و به امید دیدار شما در 11 سمینار سالیانه بنیاد فرهنگی مهرگان. عشق شادی است، عشق آزادی است، عشق آغاز آدمیزادی است. 11مین سمینار سالیانه بنیاد فرهنگی مهرگان به مدت 4 روز از تاریخ جمعه 30 آگوست تا دوشنبه 2 سپتامبر سال 2013 در سالن مجلل منچستر گرند هایت سن دیگو برگزار می گردد. موضوع سمینار عشق راهگشاست. سخنرانان به ترتیب حروف الفبا: سهراب اندیشه، زمان ستانزای، مهدی آقازمانی، امید، فرح باباخانی، والتر بورتز، ناصر زاغی، مرتضی ستاره، مسعود صدر، ناصر فرخ، نهضت فرنودی، ابراهیم قربانیان، مژگان مظفری، دلارام ملک‌آرا، علیرضا میبودی، مرتضی میرآفتابی، حمید میرزا آقاسی و پرویز نظامی. برای اطلاعات بیشتر، تهیه کارت ورودی و رزرو هتل می توانید با شماره 858 673 7000 یا تارنمای mehrganfoundation.org تماس حاصل فرمایید. به امید دیدار.